تاریخ نیم جزیره عربستان پیش از اسلام. پیش از اسلام نیم جزیره عربستان یک دولت واحد نبود. قبیله های گوناگون از هم جدا زندگی میکردند. هر یک قبیله به خود سرور خود را داشت. در همین دوره زنان عرب از جانب شوهران خود احترام نمی‌دیدند. آنها را همچون یک کالا یا خود همچون یک کنیز می‌حسابیدند. رئیسان یا خود راهبران قبیله بیشمار زن می‌گرفتند. مورخان فرانسوی و استرالیایی چنین عقیده دارند. پیش از ظهور اسلام در این نیم جزیره یگان قانون رسمی نبود. جنگ های چریکی میکردند. یک قبیله عرب بر ضد قبیله دیگر در داخل در همین نیم جزیره. در عصر پنجم میلادی قبیله قریش اداره مکه را به عهده میگیرند. این قبیله از بازرگانان عبارت بود. اولین جامعه شهری در نیم جزیره عربستان از مکه آغاز می شود. دیودار، یک عالم یونانی، در عصر یک قبل از میلاد چنین میگوید: مکه برای قبایل عرب جای مقدس است. آنها در اینجا بت‌های خود را دارند. هر یک قبیله که آنها را مقدس می شمارند. مورخان می نویسند قبل از ظهور دین اسلام هم شهر مکه در نیم جزیره عربستان همچون یک شهر اقتصادی و شهر مذهبی به حساب می رفت. همین طور آغاز تمدن اعراب از همین شهر منشأ می‌گیرد. آغاز کشاورزی در این نیم جزیره عرب از شهر یثرب که بعدها نام مدینه را می‌گیرد آغاز می‌شود. در اول این شهر را یهودیان کنترل می‌کردند. بعد عرب‌ها از قسمتی جنوب یعنی عرب‌های در یمن بوده آمده اداره این شهر را به دست گرفتند. عرب‌ها پیش از اسلام نه تنها بت پرست بلکه یهودی، مسیحی و حتی زرتشتی هم بودند. دین نصرانی یا خود مسیحی به این نیم جزیره از ویزانتیا وارد می شود. یهودیانی که در امپراتوری ویزانتیا آزار می دیدند آنها هم به اینجا به نیم جزیره عربستان می آیند. در جنوبی عربستان شاهیگری هیمیر تشکیل یافت. دین این شاهیگری یهودی بود. دین زردشتی و مزدکیه به این نیم جزیره از امپراتوری ساسانیان ایران وارد می شود. بعدها این نیم جزیره به دو قسمت شمال و جنوب جدا می شود. جنوبی ها را قحطانی و شمالی ها را عدنانی می گفتند. شاهیگری هیمیر که گفته بودیم در عصر 6 میلادی در نتیجه اختلاف ها از میان می رود. حکومت شمالی این نیم جزیره هم در سال 529 یعنی در عصر 6 از میان می رود. در این قسمت لخمیان جای آنها را گرفتند.
амоно ҳокимияти арабҳо мутамарказ набуд. бодиянишин буданд, пароканда буданд, мутамарказ набуданд.